جنگ جهانی سوم امسال به وقوع خواهد پیوست. سومین ضد مسیح یا خونخوار چه کسی آیا قحطی و خشکسالی پیش بینی شده با گرمای کره زمین در ارتباطه؟ من سالیکوشم و با هم تو این ویدیو میخوایم همین موضوع رو بررسی کنیم. آیا این ادعاها واقعا راستن، به حقیقت میپیوندن یا دروغی بیش نیستن؟ حتما تا الان اسم نوستراداموس رو شنیدیم. پزشک، ستاره شناس، نویسنده و پیشگویی که اهل فرانسه بود. اما قبل اینکه هر چیزی رو بررسی کنیم با هم چند تا از بزرگترین پیشگویی‌های تاریخی که نوستراداموس کرده و درست شده رو با هم ببینیم. نوستراداموس ظهور ناپل اون رو پیش بینی کرده و از اون به عنوان نخستین ضد مسیح نام برده. جالبه بدونید توی پیشگویی‌هایی که نوستراداموس کرده اولین ضد مسیح ناپل اونه، دومیش هیتلره، سومیشو ازش اسمی نبرده اما گفته روزی ظهور خواهد کرد. نوستراداموس در مورد ناپل اون اینگونه نوشته: امپراتوری بزرگ در نزدیک ایتالیا زاده خواهد شد که امپراتوری فرانسه را قدر بسیار خواهد نهاد. او فرانسه را از نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی به اوج شکوه خواهد رساند. نوستراداموس اینجا متوقف نمیشه، حتی آینده و سرنوشت ناپل اون رو هم پیش بینی کرده. در این باره اینجوری نوشته: امپراتور بزرگ تبعید خواهد شد به مکانی کوچک ولی دوباره باز خواهد گشت، اما سرنوشت آن در مکان یا جزیره کوچک ختم خواهد شد. جالبه بدونید که این پیشگویی کاملا درسته. ناپل اون وقتی که ظهور میکنه فرانسه رو از نظر سیاسی، اقتصادی، مخصوصا نظامی به اوج جلال و شکوهش میرسونه. ناپل اون در آخرای عمرش تبعید میشه به یه جزیره کوچک به اسم آلپ، ولی موفق میشه بعد 100 روز از اونجا فرار کنه و دوباره به قدرت برسه، ولی آخر عمرش هم توی جزیره کوچک سنت هلن به پایان میرسه. نوستراداموس معمولاً تاریخ دقیقی برای پیشگوییاش در نظر نمی گرفته، اما این واقعه رو با جزئیات و تاریخ دقیق مشخص کرده. اون درباره طاعون و عذاب بزرگ لندن این شکلی نوشته: طاعون در آن شهر نزدیک به دریا پایان نخواهد یافت تا کیفر آن مرگ به کفایت رسد. به سبب خونهای بیگناهان کلیسای بزرگ در خشم قدیسان دروغین خواهد سوخت. این واقعه دقیقاً اتفاق میفته. منظورش از قدیسان دروغین هم نهضت پیوریتان ها بوده و کلیسای بزرگ هم کلیسای سنت پاول بوده که تو آتیش میسوزه. نوستراداموس در مورد هیتلر پیشگویی‌های درست و دقیقی کرده، حتی اسمش هم تو کتاب پیشگوییش آورده، ولی از اون به اسم هیستر نام برده. اون درباره هیتلر اینگونه می‌نویسه: در کوهستان‌های اتریش، در روستایی کوچک در نزدیکی راین از پدر مادری معمولی زاده خواهد شد. او مدعی دفاع از لهستان و مجارستان خواهد بود. سرنوشت او هرگز دانسته نخواهد شد. جالبه بدونید که نوستراداموس در مورد سلاح‌هایی که تو جنگ جهانی دوم هم مورد استفاده قرار گرفته پیشگویی کرده. درباره اینها هم این شکلی نوشته: صدای آنها در آسمان شنیده خواهد شد. ماشین‌های پرنده‌ای که از دهان آنها آتش بیرون خواهد آمد، که این اشاره داره دقیقاً به هواپیماهایی که توی جنگ جهانی دوم استفاده می‌شدن و موشک و تیربارون و اینا ازشون بیرون میومده. نوستراداموس حتی واقعه هیروشیما رو هم پیشگویی کرده. اون در این باره نوشته: در شرق و در 2 شهر نزدیک بندرگاه چنان عذابی از آسمان فرو خواهد آمد که هیچ کس تاکنون ندیده. اما چرا باید یک پزشک یا یک ستاره شناس به پیشگویی روی بیاره؟ شواهد از این قراره که نوستراداموس در دانشگاه مونتپیلر درس خونده. در اون زمان علم اخترشناسی و علم پزشکی ارتباط نزدیکی با هم داشته. حتی محققین علم رزونانس الان هم بر این باورند که در اون زمان در دانشگاه‌های پزشکی اساتیدی وجود داشتند که علم اخترشناسی و مرتبط با علم پزشکی تدریس می‌کردند. اعتقاد بر این بوده که حرکت ستارگان و اجرام آسمانی روی بدن ما تأثیر میذاره. اعتقادی که هنوزم هست. خیلی ها معتقدن چون 70% بدن ما رو آب تشکیل داده، همون جوری که حرکت ماه روی جزرومت و دریا و آب تأثیر میذاره، پس روی بدن ما هم تأثیر گذاره. همینجوری ستارگان و اجرام آسمانی دیگه. خلاصه نوستراداموس وقتی مدرک اخترشناسیشو میگیره از اون به بعد پیشگویی و طالع‌بینی رو شروع میکنه.
اون بیش از 7000 پیشگویی در کتاب‌های پیشگویی و سالنامه‌هاش منتشر کرده که همین باعث شهرت و ثروت زیاد اون شد. بعد این قضیه نوستراداموس پیشگویی‌ها رو علنی کرد. حتی برای مردم عادی هم طالع‌بینی انجام میداد و آیندهشون رو پیش بینی می‌کرد و از این راه ثروت خیلی زیادی هم به دست آورد. اما اوج شهرت و ثروت نوستراداموس موقعی بود که مرگ شاهزاده هنری رو پیشگویی کرد. شیر جوان بر شیر پیر فایق خواهد آمد. با نخستین یورش در صحنه نبرد او چشمای خصم خود را که در محفظه‌ای طلایی قرار دارد از دست خواهد داد، با 2 زخم و یکی بعد از مرگی دردناک. این واقعه دقیقاً درست میشه. 4 سال بعد از این پیشگویی که کرده، شاه هنری در یک نبرد کلاسیک با مونتگمری که یک افسر ارشد بوده مسابقه ای میدن. شاه هنری که نماد خانوادگی شیر بوده با مونتگمری وارد نبرد میشه که خیلی ازش جوان‌تر بوده که میشه شیر پیر و شیر جوان. با اولین حمله‌ای که مونتگمری به شاه هنری میکنه باعث میشه که کلاهخود هنری پاره بشه و چشم، گردن و سرش دچار جراحت زیادی بشه. اما این واقعه باعث میشه همسر شاه هنری به نوستراداموس ایمان بیاره و اونو وارد دربار سلطنتی بکنه. دیگه نوستراداموس هیچ خدایی و بنده نبود، هیچ کسی نمیتونست تهدیدش بکنه و به اوج شکوه و قدرت و ثروتش رسیده بود. درباره زندگی نوستراداموس، چه اون موقعی که زنده بود چه الان، انتقادات زیادی وارده. مثلا بزرگترین انتقادی که به اون میشه اینه که اکثرا پیشگوییاشو که برای مردم عادی انجام میداده غلط از آب در می اومده. نوستراداموس یه عادت داشته، اونم این بوده که تمام پیشگوییاشو با جزئیات دقیق بیان میکرده. همین باعث میشده که اکثر پیشگوییاش و جزئیات دقیقی که میگفته غلط بشه. کارشناسای تاریخی الان جواب این سوالو اینجوری دادن. اونا میگن نوستراداموس بر اساس نمودارهایی که رسم کرده و نوع طالع‌بینی که اون موقع وجود داشته، اکثر نموداراش اصلا غلط بودن و واسه همین توی پیشگوییاش اشتباه میکرده. اما چه چیزی باعث میشده که اکثر پیشگویی‌های تاریخی نوستراداموس درست از آب در بیان، اما برای مردم معمولی عموماً اکثر پیشبینی‌هاش غلط غلط باشن؟ اکثر کارشناسا بر این باورن که طالع‌بینی‌ها و پیشگویی‌های نوستراداموس اکثراً کپی شده یا الگو برداری شده از پیشگوهای هم نسل یا قبل خودش بوده. نوستراداموس آدم باهوشی بوده و میدونسته که تاریخ دائما در حال تکرار شدنه. اون این پیشگویی‌ها رو الگو برداری و نمونه برداری می‌کرده، یه چیزی هم غالباً بهشون اضافه می‌کرده و متناسب با نیاز جامعه بهشون ارائه میداده. اما چه به نوستراداموس اعتماد یا اعتقاد داشته باشید چه نداشته باشید، اون درباره جنگ جهانی سوم این شکلی پیشگویی کرده: وقتی در نیمکره شمالی 2 ابرقدرت با یکدیگر متحد شوند، ترس و هراسی غولناک در شرق به وجود خواهد آمد. وقتی سرزمین جدید به اوج قدرت خود برسد، 2 رهبر با یکدیگر متحد خواهند شد و سومین ضد مسیح یا خونخوار ظهور خواهد کرد. توی نوشته های نوستراداموس منظور از سرزمین جدید آمریکا و تو مکاشفاتی که انجام دادن سومین ضد مسیح به نقل از نوستراداموس در چین ظهور خواهد کرد. این یعنی نوستراداموس از جنگ بین یه طرف آمریکا، یه طرف روسیه و یه طرف هم چین حرف میزنه. امیدوارم که جنگ جهانی سوم هیچ وقت اتفاق نیفته، چون جنگ چیز خوبی نیست، اما عموماً پیشگویی‌های تاریخی و بزرگ نوستراداموس درست از آب در اومده. در هر صورت اگه این اتفاق افتاد و جنگ شد، نوستراداموس دهن تو.